سرخط خبرها. خواست تکراری پاکستان از امارت اسلامی. جنرال عاصم منیر میگوید کابل باید بین TTP و دولت پاکستان یکی را انتخاب کنند و اما کارشناسان میگویند این خواست غیر معقول است. انتقاد هند از حملات پاکستان به غیر نظامیان در افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد که نظامیان پاکستانی در درگیری‌های اخیر افراد غیر نظامی افغان را هدف قرار دادند. دیدار وزیر داخل امارت اسلامی با نماینده رئیس جمهور قزاقستان. سراج الدین حقانی در این دیدار گفته است که افغانستان به سمت صلح، تجارت و توسعه در حرکت است. و ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه. منابع پزشکی اعلام کردند که در اثر تیراندازی یک پهپاد اسرائیلی در شمال غزه یک زن 67 ساله جان باخت. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز سه شنبه 18 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 9 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. عاصم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان میگوید که امارت اسلامی باید بین TTP و دولت پاکستان یکی را برگزیند. همزمان با این شماری از سیاسیون پاکستانی بر بازنگری سیاست این کشور در قبال افغانستان تاکید دارند. گزارش از نصر نمی. در ادامه موضوعگیری های تند مقامات پاکستانی علیه کابل، عاصم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان اعلام کرده است که امارت اسلامی باید میان تحریک طالبان پاکستانی و حفظ روابط با اسلام آباد یکی را برگزیند. منیر که در جمع افسران و سربازان ارتش سخنرانی میکرد، بر دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی پاکستان تاکید کرد. مشکل خود پاکستان از خودشون باید مشکل خود حل کنه. ولی تمام واقعیتی که در پاکستان صورت میگیره مسئولیتش خود طالبان نداره. داخل خود پاکستان است. و این اساس ما باید به صحبت‌های ایس رهبری پاکستان و اگر صدراعظمش است یا وزیر دفاعش است یا لویدریسیش است یا سیاسیونش است باید به اندازه خاص اهمیت ندهیم. با این وجود شمار دیگر از سیاسیون پاکستان دیدگاه متفاوت دارند. شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پیشین و رئیس حزب عوام پاکستان بر این باور است که جنگ هرگز راه حل مشکلات ملی یا منطقه‌ای نیست و لازم است همه رهبران سیاسی گرد هم آیند تا سیاست پاکستان در قبال افغانستان بازنگری شود. پاکستان در شرایط کنونی از هر لحاظ منزوی شده، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی شکست خورده و هم از لحاظ اقتصادی یک کشور است که اقتصاد پاشان و مردم پاکستان هم قریب در برابر نظامیگرای پاکستان به پا میخیزن و شما شاید خواد باشین که پاکستان یا تجزیه میشه و یا به کلی نابود میشه. در همین راستا برخی آگاهان میگویند که TTP نه در خاک افغانستان بلکه در خاک پاکستان حضور و فعالیت دارد. با باور آنها اسلام آباد در سیاست‌هایش علیه افغانستان شکست خورده و اکنون در موقعیت انزوا قرار دارد. TTP در خود داخل پاکستان است و این خط فرضی دیورن خط به رسمیت شناخته نیست. مردم افغانستان نمیتونن که از آمدن و رفتن اقوام خود از قوم خود از فامیلای خود جلوگیری کنن و حتی اگه اینطور یک نیت هم به میان بیه که از این خواسته باشن جلوگیری کنن، جغرافی افغانستان قسم است که شما نمیتونین تمام افغانستان رو شما زیر کنترل خود داشته باشین. این اظهارات تند و خصمانه فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان در حال مطرح می شود که اسلام آباد پس از توافق آتش بس دوحه میان دو کشور تا کنون 3 بار این توافق را نقض کرده است. همزمان برخی رسانه‌ها گزارش دادند که یک هیئت سعودی برای میانجیگری میان دو کشور قصد دارد به کابل و اسلام آباد سفر کند.
سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید که نظامیان پاکستانی در درگیری‌های اخیر افراد غیر نظامی افغان را هدف قرار دادند. او در یک نشست خبری با تاکید بر حمایت از تمامیت ارضی افغانستان افزوده که دهلی نو هر اقدامی را که به افراد ملکی آسیب برساند محکوم می‌کند. باز هم گزارش از نستر نمیری. در پی حملات اخیر پاکستان بر خاک افغانستان و ادامه اتهام زنی های اسلام آباد علیه کابل، سخنگوی وزارت خارجه هند در نشست خبری هفتگی خود هدف قرار گرفتن افراد بی‌دفاع از سوی پاکستان را محکوم کرد و گزارش ها درباره تلفات غیر نظامیان را نگران کننده خواند. رندی هرجسوال تاکید کرد که هند از حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان حمایت میکند و همچنین درباره چالش ها و اعتراضات پیرامون پرونده عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، اظهار داشت که دموکراسی با وضعیت قانونی پاکستان سازگار نیست. در درگیری هایی که در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان جریان دارد، شاهد جان باختن شمار زیادی از غیر نظامیان بوده ایم. ما این حملات و هر اقدامی را که مردم عادی را هدف قرار دهد به شدت محکوم میکنیم. هند همزمان از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان حمایت میکند. در همین پیوند برخی کارشناسان میگویند که جلوگیری از تنش‌ها میان دو طرف یک رویکرد دیپلماتیک است، چرا که هر تنش میتواند بحران تازه‌ای در منطقه ایجاد کند. تقویت نبودن یک تنش بین دو کشور یک روال عادی دیپلماتیک است و هندوستان هم چون خودش هیچگاهی با هیچ کشور سیاست مداخله‌گرانه نداشته، مایل است که با افغانستان هم کشور پاکستان نباید سیاست مداخله‌گرانه داشته باشد، چون هندوستان یک روابط استراتژیک و دیرینه و تاریخی و فرهنگی با مردم افغانستان دارد. هندوستان هم در منطقه یک ابرقدرت است و در سیستم بریکس رول عمده دارند. از او خاطر ما با هندوستان و پاکستان باید به اندازه خود باید روابط داشته باشیم. گفتنی است که 3 روز پیش نظامیان پاکستانی بار دیگر با نیروهای امارت اسلامی در منطقه سپین بولدک قندهار درگیر شدند که در نتیجه آن 10 تن کشته و زخمی شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر پاکستان بارها با هشدارها و اتهام زنی‌های مکرر فضای تنش در خطوط فرضی با افغانستان را افزایش داده است. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی امارت اسلامی گفته که قزاقستان از تجارت دوجانبه، گسترش روابط و اجرای پروژه‌های اقتصادی مانند راه آهن با افغانستان حمایت می‌کند. این مقام قزاقی از ادامه همکاری در تقویت امنیت مرزی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ساخت راه آهن از طریق ترکمنستان نیز اطمینان داده است. در این دیدار وزیر داخلی امارت اسلامی گفته که افغانستان به سمت صلح، تجارت و توسعه در حرکت است و از قزاقستان انتظار حسن نیت و همکاری منطقه‌ای دارد. وزیر امور داخلی امارت اسلامی افغانستان الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی با یرکین توکوموف نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان دیدار نمود. در این دیدار آقای توکوموف از گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و قزاقستان، افزایش مبادلات تجاری و حمایت از اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی من جمله خط آهن ابراز پشتیبانی کرد. وی همچنان بر تقویت امنیت مرزی و ادامه همکاری‌ها در قسمت مبارزه با مواد مخدر و پیشبرد پروژه ساخت خط آهن از مسیر ترکمنستان تاکید نمود. سپس جناب وزیر صاحب امور داخلی امارت اسلامی افغانستان الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی از تلاش‌های قزاقستان برای همکاری و روابط نیک میان دو کشور ابراز امتنان و قدردانی کرد و گفت که افغانستان در مسیر امنیت، تجارت و پیشرفت قرار دارد و از قزاقستان انتظار حسن نیت و همکاری‌های منطقه‌ای دارد. و حالا هم چند رویداد خارجی. منابع پزشکی در غزه اعلام کردند که یک زن 67 ساله فلسطینی دوشنبه شب بر اثر تیراندازی یک پهپاد اسرائیلی در شمال غزه جان باخت. همزمان با این پهپادهای این رژیم با پرتاب بمب بر روی چادرهای آوارگان در مرکز شهر غزه تعدادی از فلسطینیان را زخمی کردند. شاهدان عینی نیز از عملات پراکنده پهپادهای اسرائیلی به تجمعات آوارگان در چندین منطقه غزه خبر دادند که در پی آن حدود 6 تن زخمی شدند. حوالی ساعت 11 دوشنبه شب به وقت محلی زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 سواحل شمال شرق ژاپن را تکان داده است. به گفته مقامات ژاپنی این زمین لرزه در عمق بیش از 40 کیلومتری بستر دریا رخ داده است. اداره هواشناسی این کشور پس از ثبت موج‌های تا 70 سانتی متر در چند بندر هشدار سونامی صادر کرده است. برق این مناطق قطع شده و مقامات محلی دستور تخلیه بخش‌های از مناطق ساحلی را صادر کردند. در این رویداد 23 تن زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز امروز سه‌شنبه به نقل 3 منبع نیروهای امنیتی گزارش داده که 6 سرباز پاکستانی در حمله در منطقه کرم خیبر پختونخوا کشته شدند. این حمله شب گذشته در یک پست امنیتی رخ داده است، اما تاکنون جزئیات بیشتر ارائه نشده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.